در ادامه سفر کاری در ناحیه درواز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با 55 نفر یتیم کل و معیوب که تربیت گیرندگان مؤسسه های تعلیمی ناحیه های درواز، ونج و روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشند ملاقات نموده با آنها تحفه های ارزشمند تقدیم کردند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کودکان یتیم صحبت صمیمی دایر نموده ذکر کردند که طبقه احتیاجمند اهالی زیر توجه دائمی و غمخوری‌های پیوسته رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند. در ادامه سفر کاری در ناحیه درواز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با 55 نفر یتیم کل و معیوب که تعلیم گیرندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه‌های درواز، ونج و روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشند ملاقات نموده با آنها تحفه‌های ارزشمند تقدیم کردند. نخست پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان این کودکان و نورسان با امر تقدیر از مهر گرمی والدین محروم مانده را به مناسبت آغاز سال نو تحصیل تبریک و تهنیت گفته با آنها خوانش خوب و اعلی تمنا کردند. سرور دولت امامعلی رحمان شخصا تحفه ها را که از کمک پولی و سر و لباس عبارت بود به هر یکی آنها تقدیم نمودند. همچنین در این روز به خاطر شادی و نشاط یتیمان و معیوبان دسترخوان عیدانه آراسته شد. بابا جانی سرافراز خوش آمدی و درواز با چهره دل نواز ما را کردی سرافراز نامی تو تاجی سر لیوای صد زفر ای بابا جانی مهربان مهری تو در دل و جان خوش آمدی و درواز گر بروی بیاباز امام علی الهی بالا باشی تاجی سری مردم دنیا باشی از دستی تو خانه دلم گشت آباد در خانه دل همیشه مولا باشی هرگاه که امامعلی به درواز آید فیض و کرمش نور سفر افزاید. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کودکان یتیم صحبت صمیمی دایر نموده ذکر کردند که طبقه احتیاجمند اهالی زیر توجه دائمی و غمخوری‌های پیوسته رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند. حکومت مملکت برای تحصیل و فعالیت آنها به طور همیشگی تدبیراندیشی نموده هیچگاه نمیگذارد که این قشر جامعه خود را بیکس و تنها حس کنند. ما شکرانه از آن داریم که در چنین دولتی آباد و زیبا با چنین سروری دلسوز و غمخوار و مهربان که همیشه برای یتیمان و درماندگان بپرستان و معیوبان دست یاری دراز میکند میفخریم. احسن صد احسن با چنین مادر چنین عالیه که چنین فرزندی فرزانه را برای ما خلق تاجیک عطا نموده است و همیشه باید از بالای سری ما همچون آفتابی تابان درخشان باشد. ما از چنین سرور افتخار داریم. ما همیشه با امامعلی رحمانی همیشه من با درا و نورنیسا ساکین از ناحیه ونج مادرکلان دو نویره معیوب هستم. من همیشه از اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت افتخار دارم که او برای همه یتیمان و درماندگان و معیوبان دست یاری خود را دراز میکند. قدم مبارک پرزیدنت دولت تمام امامعلی رحمان را خیر مقدم میگوییم به ناحیه درواز و از دستگیری دائم وقته امامعلی رحمان ما مادران میندار هستیم. من مادر معیوب مفتونه عبیدالله صنف 10 میخواند. دائم با دستگیری امامعلی رحمان ما تحفه ها میگیریم یاردم میرسانند به ما میندار هستیم و سلامت باشید میگوییم و دائم در بالای سر یمین معیوبان سایبان باشید. امروز بینید که در این تالار زیبا و برهوا سرور دولت و معیوبان یتیمان تحفه های خاطروی تقدیم نمودند. مینداری خود را از نام ساکنان ناحیه درواز از نام کل مردم سربلند ناحیه درواز و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم. در همه قریب که عید و جشن ها در همه چاره‌بینی ها در همه تشریف هایی که به تمام شهر و ناحیه های جمهوری تشریف میارم
سرآول دیدن میکنن از خود معیوبان کنیزکان، از حال احوال آنها پرسان می شود. خود معیوبان هم از جانب سروری دولت چی در دانشگاه، چی در دانشکده‌های عالی، چی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی هم دستگیری می‌یابند و بسیار خرسند هستند. لازم به تاکید است که با دستگیری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای یتیمان و معیوبان امتیازهای مخصوص معین گردیده آنها طبق کوتای پرزیدنتی به امتحان به مؤسسه‌های عالی مملکت برای ادامه تحصیل قبول کرده می‌شوند. خوانندگان در نوبت خود به سروری رعیت پرور برای همه دستگیری‌ها و شرایط سازگار زیست و تعلیم اظهار سپاس نموده وعده دادند که با استفاده از شرایط مهیا نموده دولت و حکومت مملکت تحصیل را با بهای خوب و اعلی ادامه داده در آینده همچون شخصی صاحب معلومات و دانشمند به پایان می‌رسند و در آبادانی و پیشرفت تاجیکستانی عزیز سهم خویش را می‌گذارند.